17 ایولی سال 2024 تخمیناً ساعت 18:05 راننده автомашини تمغه خوندای اوانت قربان و فرزانه سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خوجند در شورای دوشنبه خوجند چنوق واقع در حدود جماعت دیوت عینی نویه عینی از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده به جریه تخمیناً 250 متر سرازیر شده به داخل فوندریو غرق گردیده است. در نتیجه مسافران داخل автомашین مذکور اولمو و منیره سال تولدش 1981 ساکن نویه 5 خورسال کمال و المیره سال تولدش 2022 قربان و امینه سال تولدش 2007 و قربان و زمیره سال تولدش 2003 ساکنان شهر دوشنبه با برداشتن جراحت‌های جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیدند. خورسال کمالوف رسلان سال تولدش 2018 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. جسدهای قربانووا، اولمووا و کمالووا از ساحل دریا دریافت گردیده به سردخانه دسترس کرده شدند. جهت دریافت نمودن جسدهای قربانووا ام و قربانووا زم کارهای جستجویی ادامه دارند. 18 یولی سال 2024 ساعت 9:00 راننده автомашین بارکش تمغه شکمن محیدینوف عبدالجبار سال تولدش 2001 ساکن نویه رشت هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در حدود شهر نورک از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده автомашین را به چخوری تخمیناً 90 متر سر و زیر و چپه نموده است. در نتیجه خود راننده محیدینوف و مسافر автомашین مذکور سیاد سیدخان سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه وخش عریضه زن 35 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 16 ایولی سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی هنگام در داخل اتوبوس مسافرکشانی قرار داشتنش یک عدد همیانش را که در داخلش $700 امریکایی 40 سامانی و یک عدد شناسنامه ملیش بود دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت را زن 45 ساله ساکن همین نویه صادر نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.